دوستان میدونستید شرکت نفت برای دوران جنگی که جنگ 12 روزه یک مبلغ 10 میلیون تومان رو به حساب کارکنانش واریز کرده به عنوان تاب آوری دوران جنگ که برای کارکنانش مبلغ 10 میلیون تومان واریز کرده. چیز موثقی که در جریانش هستم. و خب به هر حال گویا فقط این دوستان و هموطنان هستن که شهروند هستن و باید تاب بیارن در مقابل جنگی که 12 روز طول کشیده و مردم عادی و حالا به هر حال کارگران زحمتکش و عوامل روزمزدی که گذران زندگیشون به صورت روزی هست و روزمزد دستمزد دریافت میکنن متاسفانه همچین پوانایی ندارن و افسوس که حقوق شهروندی هیچ وقت به صورت یکسان و متعادل و عادلانه نبوده.